سلام دوستان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. روی این مسئله فکر میکردم که در مورد چه مسئله‌ای و چه نکته‌ای صحبت کنیم خوبه. خوب که فکر کردم گفتم در مورد اطلاعات و دیتاهامون اگه صحبت کنیم بهتر از هر چیز دیگه ای است. چرا که ما تو یک زمانی هستیم، تو یک عصری هستیم با این همه حجم داده و اطلاعات و دیتاها که مطمئنم خیلی بیشتر از چیزی که الان هستیم، خیلی بهتر از اون وضعیت فعلیمون که هست ما میدونیم، ولی عملکرد ما، عملگرایی ما متاسفانه به اندازه چیزی که میدونیم نیست. میخوام روی این مسئله تمرکز کنیم که چرا نمیتونیم از داده هامون خوب استفاده کنیم. با اینکه عرض کردم اگر از ما بخوان یک مقاله کتابی بنویسیم در مورد توسعه فردی، خیلیامون میتونه این کارو بکنیم. چرا؟ چون انقدر ظرف ذهنمون از اطلاعات و دیتا پر هست که خیلی راحت میتونیم از عهده این کار بر بیایم. تازه بعضی اوقات هم هست که خودمون مشاور میشیم، بعضا هست که تو جمع فامیلی و بین جمع رفقایی که هست اگه کسی سوالی بپرسه یا نیاز به مشاوره داشته باشه، معمولا خودمون پیش قدم میشیم و در مورد اون مشکلی که او احساس نیاز کرده ما صحبت میکنیم، ولی خودمون نمیدونیم که باید چجور استفاده کنیم. پس این مسئله میشه یک مسئله اساسی، ریشه‌ای که اگه ما بتونیم خوب از این مسئله یک راه حلی پیدا کنیم، مطمئناً در دراز مدت میتونیم هم سبک مطالعاتی ما قوی تر بشه و هم اینکه دورهایی که میبینیم، فضاهایی که درش هستیم، چنل ها، کانال ها و پیج هایی که درش هستیم و بالاخره فالو داریم و سابسکرایب کردیم، میدونیم که چجور تنظیمشون کنیم و متناسب با نیازمون بریم جلو. پس اصل مطلب این شد که چرا ما بر اساس اطلاعاتمون نمیدونیم و نمیتونیم خوب کار کنیم. ادامه ویدیو رو ببینید تا چند راه حل رو خدمت شما عرض کنم. ضرورت بحثم از اینجا شروع میشه که اگه ما به این مسئله دقت نکنیم و راه حلی واسه این مطلبه پیدا نکنیم، قطعاً افکار سمی و منفی تمام ذهن ما رو مشغول میکنه و به این نتیجه میرسیم که انگار ما نه استعدادی داریم و نه توانایی داریم برای رشد و موفقیت خودمون و همین باعث میشه که اون میله، اون شوره، اون اشتیاقه رو از دست بدیم و دیگه نتونیم از اون داده ها و دیتا ها مثل بقیه افرادی که موفق شدن به جایی رسیدن ما بتونیم خوب بهره بگیریم. پس اگر ما به این مشکل خوب رسیدگی نکنیم، مطمئناً ما رو در آینده نه چندان دور زمین خواهد زد. خب ما گفتیم میخوایم راه حل پیدا کنیم، چرا نمیتونیم خب از دیتاهامون، اطلاعاتمون استفاده کنیم؟ اولین مورد اینه که ما قبل از اینکه درد و شناسایی کنیم، قبل از اینکه احساس نیاز کنیم، قبل از اینکه تعمق بدیم به جریان زندگی خودمون، رفتیم چنل دیدیم، رفتیم پیج فالو کردیم، رفتیم دوره خریدیم، رفتیم مطالعه کردیم، رفتیم کلی مطلب خوندیم و شنیدیم و نمیدونیم دقیقاً الان دردمون چیه که اون داده ها، اون اطلاعات بتونه یک درمانی باشه بر روی درد من و من بتونم به واسطه اون دیتا ها درد خودم رو از بین ببرم. در حقیقت قبل از اینکه من تشنه آب بشم خودم رو سیراب کردم و انقدر آب خوردم که دیگه احساس تشنگی که ندارم، هیچ احساس میکنم که یک مریضی، یک دردی هم دارم و معمولا همچین اتفاقی هم واسه ما میفته. پس مایی که توی یه عصری هستیم که پر از اطلاعات هست، شما فضای پیجای اینستاگرام رو برید نگاه کنید، خیلی هاشون در مورد توسعه فردیه، خیلی هاشون در مورد مطالب انگیزشی صحبت میکنن. همین فضای یوتیوب خودمون رو برید یه مقدار بررسی کنید، انقدر چنل هست در مورد فضای تمرکز و اعتماد به نفس و نمیدونم برنامه‌ریزی، هدف گذاری که خیلی بیشتر از اون چیزی که ما نیاز داریم. پس اولین قدم اینه که ما اول بشینیم دردای خودمون رو، مشکلات خودمون رو، مسائل خودمون رو بررسی کنیم، دقیق بدونیم مشکلمون کجاست و طبق همون نیاز بریم جلو. من یادمه کسایی که می اومدن از بنده مشورت می گرفتن، بچهای مجموع می اومدن از من مشورت می گرفتن و می گفتن که مثلا الان با این مشکل من چیکار کنم. اول
من این مسئله رو واسهشون جا مینداختم که ببینید مشکل کجاست، مسئله چیه، مسئله شفاف بشه و بر اساس اون یک سیر مطالعاتی، یک دوره‌ای، یک عرض کنم وبیناری، سمیناری برید مشاهده کنید تا کم کم جریان زندگی همونطوری بشه که شما بهش نیاز دارید. مورد بعدی، راه حل دومی اینه که ما بعضا خودمونم نمیدونیم کی هستیم. یعنی نقاط قوت خودمون و نقاط ضعفمون رو کامل شناسایی نکردیم. نمیدونیم چه عادتهایی داریم، چه صفاتی داریم و به درد چی میخوریم دقیقاً و بر اساس اون بیایم همون مطالعاتمون رو، همون دوره‌ها رو تنظیم کنیم. اگر من بدونم که کی هستم، قطعاً مسیری که واسه خودم تعیین میکنم، اون هدفی که واسه خودم تعیین میکنم خیلی شفافتره و قطعاً میدونم اینو با تمام وجدان خودمون، وجدان فردی و شخصی خودمون لمس میکنیم، در میابیم اینو که دقیقاً این دوره به درد من میخوره و سایر حرفای دیگران، سایر چیزایی که در جامعه ما در اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و سایر پلتفرم ها میچرخه دست به دست به درد من نمیخوره. من مسیرم مشخصه و بر اساس اون میام اطلاعات خودم رو دسته‌بندی میکنم و اگر من این کارو نکنم قطعاً احتمالش خیلی زیاده که من ندونم دقیقاً هدفم چی باشه که بدونم بهترین دستاورد رو داشته باشم. آقای جردن بلفورد جمله خیلی خوبی داره، میگه خیلی خوبه که ما هدف گذاری داشته باشیم، برنامه ریزی کنیم، ولی مهمتر از اون اینه که نوع نگاهمون رو اول درست کنیم. اگه من بدونم اول من چی هستم و باید به چه سمتی برم، بعد بر اساس اون هدف گذاری کنم و برنامه ریزی کنم، هم شور و اشتیاقو دارم، هم احساس توانمندی میکنم، هم استعداد خودم رو شکوفا کردم، لاجرم اینه که نتیجه بهتری نسبت به الان پیدا میکنم.